سلام، وقتتون بخیر باشه. به یه ویدیوی دیگه از آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی خیلی خوش اومدین. این جلسه بیشتر مانورمون روی افعال اصلی هست و دیلی روتینز، یعنی کارهایی که در طول روز انجام میدید. مبحث گرامری خیلی نداره، بیشتر آشنایی با لغات و کارهای روزمره است که سعی میکنیم در طول اینکه داریم لغات رو با هم کار میکنیم و یاد میگیریم یه مروری هم بشه روی اون ساختار گرامری که ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم. خب wake up، get up جفتش به معنی بلند شدن از خوابه، اما خب یه تفاوت خیلی کوچیکی با هم دارن. شما میتونید ساعت 6 صبح wake up باشید ولی get up نباشید. یعنی چی؟ wake up کلا به معنی این که چشماتون رو باز کنید و از خواب ناز بیدار بشین، اما امکان داره از تخت خوابتون نیاد پایین. 6 تا 6 و نیم و wake up توی تخت بمونید، بعد ساعت 6 و نیم get up بشید. اوکی؟ این فرق کوچیکی که داشت. تلفظا رو هم میخوام یه ذره دیگه از این بعد با هم پیشرفته تر کار کنیم، چون من یه اعتقادی دارم بچه‌ها، از همون اول اگر شما یک چیزی رو درست ببرید جلو، یعنی میگن آجر اول صحیح بذارین تا آخر صحیح میره. اما اگه بخواید بگید نه حالا ولش کن لهجه رو الان حالا بعداً درست میکنم، اون خراب کردن و دوباره ساختن انرژی خیلی بیشتری از شما میگیره و من توصیهش نمیکنم. بنابراین سعی میکنم همیشه تو کلاسای زبان خودمم لهجه صحیح رو از همون ترمای اول با بچه ها کار کنیم و جلسات اول. خب wake up و get up، اگر اینا رو بخوایم سریع تلفظ کنیم و تلفظ شبیه به نیتیو باشه، میگیم wake up، wake up، get up، get up. دیگه نمیگیم get up. اینا فعلا اولویتتون نباشه که حتما مثلا به جای تی get up بگید get، ولی سعی کنید ذهنتو و چشمتونو و تمرکزتونو یه کوچولو بدید به این تلفظای نیتیو تره این واژه ها یا حالا دستورهای گرامری و هر چیزی که دارید یاد میگیرید. خب بریم بخش بعدی که صبحانه خوردن. have breakfast، have breakfast، صبحانه خوردن. have lunch هم میتونید بگید که من اینا رو همه رو توی اسلایدهای بعدی میارم. brush your teeth، brush your teeth. ببینید teeth اینجا برگردیم به درس اول دوممون. teeth جمع مکسر واژه tooth هست. tooth به تنهایی میشه یه دونه دندون. وقتی میخوایم جمع ببندیم نمیگیم toothes، میگیم teeth. پس brush دونه دونه بریم. brush میشه شانه زدن، حالا هر چیزی رو در کل. your teeth دندانهایت را. اینجا brush teeth کلا میشه دندون مسواک زدن. درسته خود brush به تنهایی به معنی شونه زدنه، ولی brush your teeth میشه دندون مسواک زدن. خب یه نکته تلفظی هم بگم و بریم اسلاید بعدی. brush بچه ها your نمیگن انگلیسی زبان ها، اغلب مواقع میگن your. brush your teeth، brush your teeth. take a shower، take a shower، دوش گرفتن. اینجا استثنان عکس با عبارت همخونی نداره. چرا؟ چون معمولا حالا میگن ولی خب take a shower برای زمانی که شما دوش ایستاده میگیرید. take a bath زمانیه که شما توی وان حموم میکنید. یه کوچولو نکته خیلی ریزیه که حالا خیلی گفتنم نداره، ولی خب بریم سراغ تلفظ صحیحش. صحیح که نه، تلفظ نیتیوش.
take a shower. take a. ببینید ا رو میچسبونم به هر کلمه قبل و بعدش. take a shower. get dressed. get dressed میشه لباس پوشیدن، لباس تن کردن، حالا هر چیزی، نمیگیم فقط شلوار یا پیرهن، کلا میشه لباس پوشیدن، لباس به تن کردن. اینا رو که داریم همزمان اسلایدها رو با هم کار میکنیم میتونیم یه تمرین کوچولو هم از الان بیاریم بچه ها که یه دوره‌ای بشه روی اون گرامری که با هم کار کردیم جلسه گذشته. get فعل اصلیه، درسته؟ قانونای فعل اصلی رو یادتون هست هنوز؟ اینی که تو تصویر میبینید بیاین فکر کنیم آقا پسره. این آقا پسر بخوایم بگیم اون آقا پسره داره لباس میپوشه چجوریه؟ آقا پسره ضمیرش میشه چی؟ هی، چون داره کار رو انجام میده میشه ضمیر فاعلی، پس میشه هی. فعل چجوری میاد؟ اسم میگیره یا نمیگیره برای هی؟ آفرین، اسم میگیره، پس میشه he gets dressed. بعدی go to school. go to school. حالا میخوایم بگیم اون دختره میخواد داره میره مدرسه. she goes to school. و تلفظش هم که بخوایم نیتیو تر به گوش برسیم go to school. go to school. خب study English. he studies English. he studies English. study English. practice the guitar. practice the guitar. تمرین کردن گیتار. میتونیم به جای گیتار چی بگیم؟ پیانو. practice the piano. she practices the guitar. have lunch. have lunch. اسلاید اول یادتون میاد؟ اول که نبود، دوم سومی بود فکر کنم. breakfast داشتیم. have breakfast. پس برای کلا وعده های غذایی از فعل have استفاده میکنیم. بچه ها have حالا امکان داره بگید مگه eat خوردن نمیشد؟ drink نوشیدن نمیشد؟ چرا؟ eat خوردن میشه. میتونید بگید eat lunch. ولی خب have کلا مقداری چطوری بهتون بگم گسترده تره. هم دارید میخورید هم مینوشید، دارید صبحانه چای میخورید، کلا دارید صبحانه رو سرو میکنید یه جورایی. پس have lunch در حال می کردن صبحونه هستیم یا نهار. اینجا lunch میشه نهار. breakfast صبحانه، lunch نهار، dinner شام. brunch میشه یک چیزی که بین و یک وعده غذایی که بین صبحانه و نهار میخورید. یه چیزی یادم رفت بچه ها، have اگه بخوایم بگیم she, he, it، have یه استثنای کوچیک داره بین، یعنی فرق خیلی ریزی داره با افعال دیگه که اگه اس بگیره شکلش کلن عوض میشه. پس میشه she has lunch. اینا رو در جلسات آتی براتون حتما بیشتر توضیح میدم. گفتم این ویدیو صرفا برای معرفی افعالیه که برای کارهای روزانه ازش استفاده میشه. Do your homework. Do your homework. تکالیفتون رو انجام دادن. She does her homework. وارد توضیح گرامری این که چرا به جای your گفتم her نمیشم، چون اینا همه در آینده قرار روشون کار کنیم. فقط فعل دو رو دقت کنید که اس گرفته و به خاطر شکلش es نوشته میشه. Does your homework.
این does your homework یعنی اون she does your homework میشه در واقع اون دختر یا دوستتون یا مامانتون یا خواهرتون داره تکلیفای شما رو انجام میده. ولی اگه بخوایم بگیم تکلیف خودش رو انجام میده، your میشه شما، تکلیف خودش رو داره اون دختر خودش انجام میده. She does her homework. cook dinner به جای dinner میتونید از breakfast و لانچ هم استفاده کنید که دارید میپزید. پختن cook به معنی پختنه. برای she و he آفرین. She cooks dinner. watch TV تلویزیون دیدن. watch TV میخوایم بگیم آنها دارن تلویزیون میبینن چی؟ They watch TV. فعل تغییری نمیکنه. بچه‌ها من نمیگم آنها در حال حاضر دارن مثلا تلویزیون تماشا میکنند، چون این گرامری از واقعا تفاوت میکنه با این watch TV. آنها تلویزیون نگاه میکنند. شاید یه مقداری برای شما سوال پیش بیاد که بگید خب چه تفاوتی میکنن؟ تلویزیون نگاه میکنن، فعل حال زمان ساده است. ولی در حال تماشای تلویزیون هستن یه قانون دیگه ای داره توی زبان انگلیسی که بعداً در موردش توضیح میدیم. صرفا اینجا بدونید که تلویزیون دیدن میشه watch TV و اونها الان در حال حاضر نمیخوایم صرفا بگیم همین الان دارن این کارو میکنن، در حالی که داریم در مورد یک عادتی صحبت میکنیم، یک کاری که به صورت معمول انجام میدن. این زمان حال ساده است توی زبان انگلیسی. اگه بخوایم بگیم she یا he، این جمله رو چجوری میگیم؟ she یا he watches TV. read a book. read a book. یک کتابی رو دارید میخونید. read به معنی خواندن میشه. she reads a book. she reads a book. go to bed یا go to bed. go to bed. ولی بخوایم نیتیو تر تلفظ کنیم go to bed. go to bed. رفتن به تخت خوابتون. که اگه بخوایم she یا he بگیم she goes to bed. he goes to bed. خب این از یک سری از فعل‌ها که عادت‌ها و کارهای روزمره‌تون رو میتونید باشون توصیف کنید. بچه‌ها سعی کنید حتما این فعل‌ها رو برای خودتون اینجا یادداشت کنید و فردا یا پس فردا وقتی دارین این کارها رو انجام میدید به زبان انگلیسی تو ذهنتون برای خودتون جمله بسازید. یا اگر دوستی، آشنایی، اعضای خانوادگی دارن این کارها رو انجام میدن، همون لحظه تو خودتون بگین که مثلا he cooks dinner. اون داره شام میپزه. حالا گفتم درسته در حال حاضر در حال انجام اون کار هست و ما مد نظرمون نیست، اما خب به طور کلی سعی کنید اینو تمرین کنید که تو ذهنتون نهادینه بشه. بازم میگم سوالی، مشکلی یا پیشنهادی بود توی کامنت ها بنویسید، حتما میخونم و بهتون پاسخ میدم. شب و روز خوبی داشته باشین تا ویدیو بعدی.